چطوری محمود سالتو؟ خوبی؟ میام پیشت. آقا من از سر پلان اومدم، سریع بگیر میخوام برم دی، وقت ندارم. آره آماده؟ رو ضبطی؟ برو. سلام، من بهروز هفتخمی هستم، یکی از کارگردان‌های توانای سینمای نظام، همون کسی که اسپیلبرگ تو نماز جمعه بهش اقتدا میکنه. فکر کنم منو بشناسین دیگه. آلفرد هیچکاک همه سناریوهاشو از رو رساله من مینوشت. البته شما فیلم‌های منو در سینماها دیدید. این عینکو فقط یه خورده زومتر بگیر، 7500 خیابون برلند دادم. آره فکر کنم شما فیلم‌های منو در سینما دیدید. من به خاطر فیلمم تونستم جایزه بهترین کارگردان و بهترین بازیگر رو از آن خودم بکنم. بهترین فیلمم فیلم اشک و لبخندها بود با بازی حاج علی دیکاپریو. ای حاج علی، قربون اون کله کدوت برم. یادش بخیر دفاع مقدس. تو گردان نصرت چپش بودی نه؟ خیلی ها بودن. خیلی. الان از اون برادران گردان نصرت چپش چند نفرشون بریدن؟ فکر میکنم بالغ بر 200 نفر باشن. 200 نفر؟ نوچ. حالا فقط تو موندی نیست؟ فقط من موندم و من با کوله باری از گناهان. ولی حاج علی، اگه من بخوام گناهاتو تصویر کنم باز یه سریال 1000 قسمتی درست کنم. ولش کن لامصبو. بچسب به این مقام عظما، به وضعیت مقام عظما فکر کن. آدم اشکش در میاد. آماده بود اجلیا، آماده بود خلاصه واسه به اینکه الان خب خودمو خیلی کنترل کردم، نمیتونم. حالا خوبه تو میتونی خودتو کنترل کنی، اما من که نمیتونم. چی؟ بابا این چرا اینجوری میگیری؟ آجانی توی دلغک بازیات از زمان جبه هم داری. بابا من دارم بهت میگم با حال مقام معظم گریه کن، یه جوری گریه میکنه حس آدم میبره. از وقتی رفتی جبه این شکلی شدی. قطعش کن بابا. محمود آقا، حاج علی دیکاپریو بعد از این فیلم نتونست دیگه نقش جدی بازی کنه. تا آخر عمر به عنوان یک کمدین معروف از اون نام برده میشد. عرضم به خدمتتون که فیلم بعدی فیلم جایی برای پیرمردان نیست که اسکار هم گرفته. آره رفتم. چرا بمیرم؟ همه مردم اومدن. خب همه آمادن؟ فیلم جایی برای پیرمردان نیست. میخوایم بزنیم رو ضبط. همه آماده؟ نور، صدا، تصویر. آج آقا همه آمادن؟ میخوایم حس برین. حس. کرین آماده؟ بریم. غلام گوله برو. این کارهای خارجی ها توتاهاشون تمومی نداره. راست میگی، کارشون زیاده. خوش به حال شماها که بازنشسته شدین تو پارک نشستین. ای کاش حافظه هم مثل ما پیر نمیشون تا بتونیم خیانت‌های اونا رو به یاد داشته باشیم. کاشکی رو کاشتن در نیومد. فعلا که حافظمون همه از دست دادیم. من یادم نمیاد سر صبحی نهار چی خوردم. آقا رو ناصر تانکر با این پیشرفتایی که جوانای متخصصمون تو انرژی هسته‌ای کردن مشت محکمی خورده تو دهنشون. یخ کنی ناصر تانکر. قرار بود یه جمله خنده‌دار بگی. تو. آقا رو ناصر تانکر، میدونی اگه رژیم بگیری چی میشی ناصر قمقمه. حالا اینجا رو آقا رو صبح دیدین داشت میومد اینجا گنجش که کنارش وایساده بود تکون نخورد پرم نزد. به خاطر این نبودش که خیلی دوستت داره، به خاطر این بود که آدم ثابت نکرد. بله این سکانس جایزه خنده‌دارترین سکانس تاریخ سینما رو از آن خودش کرد. حالا بریم سر درام ترین سکانس تاریخ سینما. میبینم که شما 1 ساعت اینجا وایسادید دارید همین یه تیکه از مرقد امام راحل رو تمیز میکنید. میتونید بگید چی رو دارید تمیز میکنید؟ نمیتونم بگم. آج خانم واقعا منم اگه جای تو بودم نمیتونستم بگم. ببین چقدر طبیعی داره گریه میکنه، خیس خالیمون کرد. بابا این جودی پاسلر میمونه این بابا. این آبشار دوقلو داره اش میریزه. آقای کارگردان ورده بیاره روی گیتش الان خیس میشه کل آستانو میبره آب. گریه نکن، خیلی طبیعی گریه میکنی. آج خانم گریه نکن، چقدر طبیعی گریه میکنه. خب و ما بهترین فیلم کارنامه هنریم دیوارهای یخی که هنرپیشه نقش اول اون یه معتاد کنار خیابون بود که من خودم استعدادش تو بازیگری کشف کردم، مطرحش کردم، اومدم ازش استفاده کردم، بردمش رو اکران. ناکس الان روزی 10 تا فیلم بازی میکنه. هیچ خدایی رو هم بنده نیست. من مطرحش کردم ولی هیچ خدایی رو بنده نیست. شما حالا فقط یه صحنه‌شو ببینید.
ببین که تو گودوله، حتما تا الان فهمیدی که من کیم. تو خامنه ای تویی؟ با خامنه ای جد و آبادته. بابا تو دیالوگتو چرا حفظ نکردی؟ آقا این دوباره چت کرده که خودش خامنه ایه، بعد به من میگه خامنه ای تویی؟ ببین گاگول، اصلا تو میدونی من تو سناریو کیم؟ نه میدونی؟ تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی. آخه صفر مایی 27 ساله داریم این سناریو و این سکانس رو داریم با هم دیگه کار میکنیم، هنوز گیج میزنی. دیالوگت این نبود که. منم دیالوگ خودم رو یادم رفت. عجب داستانه. آقا به جای این یارو یه دیوار یخ برداریم بیارین جلوی ما، طبیعی‌تر بازی میکنه. دیوارهای یخی. خب بله، تا فیلم‌های طبیعی بعدی که براتون بسازم و براتون بفرستم رو اکران سینما نگاه کنین. بای بای. محمود تمومه؟ بریم آقا، دست در نکنه. او این پامون خواب رفته جانت. دیشب تا نصف شب نشستیم آقا فوتبال نگاه کردیم با این پامون. عجب داستانه. یه پتو ورده بیار بذار بخواب تفلی. بذار بخواب راحت بخواب. محمود بشین ما، چه خبر؟ اگه اهل قصه نیستی ای که شادی رو نگاه کن